صبر کن. قبل اینکه بخوای رد کنی، پیشنهاد میکنم داستان این کتاب رو گوش بده. تصور کن یک روز مردم بدون هیچ دلیل پزشکی یکی یکی شروع به نابینا شدن بکنن. نابینایی که سیاهی و تاریکی نیست، بلکه یک سفیدی بی انتها پشت پلک هاست. به نظرتون تو این وضعیت از انسانیت چی میمونه؟ وقتی حتی برآورده کردن نیازهای اولیه هم غیر ممکن میشه. مردم از ترس مبتلا شدن دست به هر کاری میزنن. کتاب کوری اثر ژوزه ساراماگو دقیقاً تصویرگر همین دنیاست. دنیایی که توی اون مرز بین تمدن و توحش فقط دیدنه. اگه دنبال یک داستان خیلی عمیق میگردی که بعد خوندن اون دنیا رو به شکلی ثابت ندونی، حتما این کتاب. من نگین هستم، راوی پیج کتابور. ممنون میشم که با حمایت کردن خودتون به من انگیزه بیشتر